سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام آقای حسینی، آقای انصاری هستم، بفرمایید. لطفا خودتون رو معرفی بکنید، از کجا زنگ میزنید؟ بنده حسینی هستم، اول گفتم خدمتتون. آقای حسینی، ما کلیپی در مورد تکفیر صحابه توسط آخوندهای شیعه پخش کردیم، نظرتون در مورد این کلیپ چیه؟ بله، الان این ارتداد از نظر شما خودتونم اهل لغتین دیگه، کسی که چیزی رو رد کنه کنار بگذاره بهش میگن ارتداد. از نظر این روایت که آمده ارتد الناس بعد النبی، منظورشون ارتداد به ولایت بوده، یعنی مسئله ولایت و دوستی و یاوری علی رو کنار گذاشتن و یاوری نکردن. به این جهت اینها گفتن ارتداد، نگفتن کافر شدن. و اون روایتی که خوندید ثلاثتون لا ینظر الله الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم، باز در اونجا هم نگفته که صحابه کافر شدن، کسی که این اعتقاد رو داشته باشه کافره، بلکه از نظر آخرتی فرمودن اینها به جهتی که ظالم بودن بهشتی نخواهند شد، اما کسی حکم به کفر نکرد. اگر مثلا کسی آمد به شما گفتش که صلاتتون لا ینظر الله الیهم یوم القیامه، یکی تارک صلات، تارک حج و تارک صوم، از این تعجب نمی کنید، چون میگیم خب بله واجبات اسلام رو رها کرده. از نظر امامان شیعه ولایت یکی از واجبات اسلام بوده. خب کسی که تارک اون باشه، او رو رد کنه کنار بگذاره، مثل همون کسیه که صلات و حج و صوم رو کنار گذاشته باشه. بله. حالا ببینید آقای حسینی، من به خاطر اینکه برای بینندگانمون واضح بشه، ما اهل سنت عامه مسلمان ها به این اعتقاد هستیم که کسی که نماز، روزه، زکات، حج اینا رو انکار بکنه، اینا رو رد بکنه، در کفر این انسان هیچ شکی نیست، خالد و مخلد در آتش جهنم خواهد بود. الله سبحانه و تعالی به هیچ عنوان این شخص رو نمیبخشه، چون که این شخص اصلا داخل اسلام نشده، چه برسه به این که ما بگیم که اصلا از اسلام خارج شده. کسی که همه این اصول و به اصطلاح بنای پنجگانه اسلام را قبول نکنه، اصلا این انسان وارد اسلام نشده. یکی از اینا رو رد بکنه، این انسان مسلمان محسوب نمیشه. به نظر شما کسی که امامت رو رد بکنه با وجود اینکه دیده، شنیده، حجت بر او قائم شده، رد بکنه، آیا این انسان مسلمان هست یا کافر؟ این مسئله جوابش الان میگم. اینی که شما فرمودین نماز و زکات و حج رو کسی انکار بکنه، اون که حرفی درش نیست که کافره، چون اگه انکار که من نگفتم، گفتم رها کرده باشه، رد کرده باشه، کنار گذاشته باشه، یعنی نخونه، تنبلی کنه، نه اینکه انکار و جهود کرده باشه، اون که معلومه اصلا داخل در اسلام نمیشه. در مسئله ارتد الناس هم همین بود، یعنی مردم ترسیدن، رها کردن، ول کردن، نه اینکه منکر و اصلا چیز شده باشن. یک روایت آقای حسینی، یک روایت چه از مصادر اهل سنت چه از مصادر شیعه، یک روایت بیارید که صحابه امامت را قبول داشتن اما رها کردن. بفرمایید. صحابه اصلا اعتقادی به امامت نداشتن، اصلا امامت منصوص از طرف الله سبحانه و تعالی را هرگز قبول نکردن، چون که وجودی نداشته اصلا. این بدعتی است که بعداً به وجود اومده. بفرمایید یک روایت بیارید در این مورد. خب این درسته، منم اینو قبول دارم. پیامبر فرمود که علی رو دوست بدارید و علی رو یاری کنید و اینو از مردم خواست. همین که او رو یاری نکردن و او رو کنار گذاشتن، همین خودش میشه گناه دیگه. یعنی امر پیامبر خدا رو رها کردن، علی رو خذلان کردن. آقای حسینی، شما در مذهب شیعه عالم هستید یا نه؟ به عنوان یک آدم عادی بیننده دارید صحبت میکنید با من. بله. عالم هستید؟ عالم به مذهب شیعه هستید؟ بله. آخوند هستید؟ بله. بله. خب ببینید، این روایاتی رو که ما نشون دادیم، یکی از این روایت هایی که از نعمت الله جزایری بود، میگه که
وضعیت اهل سنت بدتر از منافقین زمان پیامبر است. روایت دیگر میگه کسی که فقط اعتقاد داشته باشه که ابوبکر و عمر لهم فی الاسلام نصیب، یعنی چی؟ یعنی ولو جزی وارد اسلام شده باشن، نصیبی از اسلام، بویی از اسلام برده باشن، این انسان کافره. این کلمه کفر صراحتاً در اینجا ذکر شده و در کتاب بهارالانوار بابی زده بیش از 190 و چند حدیث هست. این احادیث همه در اثبات کفر ابوبکر و عمر و عثمان و صحابه و کسایی که اونا رو دوست داره. یعنی همه اینا رو شما میخواید توجیه بکنید؟ خب یه وقت اگر شما اصرار دارین که به شیعیان بچسبونین که شیعه غیر خودش رو کافر میدونه، خب بس ما هم با شما مخالفتی نداریم. ولی اگه اون حرفی که از جزایری نقل کردین که گفته که اهل سنت الان نسبت به منافقین زمان پیامبر بدتر بودن، این اگر ناراحت نشین یه حرف درستیه، برای اینکه الان خلافت رو بعد از پیامبر گرفتن، در زمان ابی حنیفه امامت رو هم از امامان گرفتن، یعنی منبع علومی رو از امامان گرفتن و دادن به ابو حنیفه و مالک و احمد حنبل و دیگه هیچی برای امامان باقی نگذاشتن، کاملا آدمن آدا و ظلمن خزله شدن. خب یعنی به نظر شما ابو حنیفه و شافعی و مالکی و حنبلی اینا از منافقین زمان پیامبر بدتر بودن؟ شما با نعمت الله جزایری موافقید در این امر؟ ایشون تندروی کرده به جهتی که الان خیلی ها در عالم اسلام هستن که همین مالک و احمد و حنبل و فلان و اینها حق برایشون واضح نشده. از نظر عقلی، خدایی، دینی اگر حق برای کسی واضح نشده باشه، این چنین شخصی به عنوان جاهد و دشمن و منکر شناخته نمیشه. جاهد کسیه که میفهمه ولی باش عناد و دشمنی میکنه، مثل ابوبکر و عمر که دست علی رو در دست پیغمبر دیدن و بعد با وجود این ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، با علی مخالفت کردن، به جایی که اونها بهترین یاور علی باشن بدترین ظلم رو در حق آقای حسینی، پس ابوبکر و عمر و عثمان کافر و مرتد شدن، اما ما اهل سنت چون که به اصطلاح حجت بر ما قائم نشده ما کافر و مرتد نیستیم. حتی ابوبکر و عمر هم کافر بالله و به رسول و به صلات و زکات و حج و صوم و اینها نبودن، بلکه کافر به ولایت، مرتد به ولایت علی بودن. من در کجا آقای که کافر بالله نبودن که آقای حسینی، ببینید شما الان یک لحظه توجه بکنید به صفحه تلویزیونتون. این کتاب بهارالانوار هست. این کتاب بهارالانوار، اینم صفحه بعدی است، جلد 29، چاپ سال 2008 میلادی 1429. در اینجا باب کفر ثلاثه، اینجا ببینید 3 تا نقطه گذاشتن، چاپ جدید بهارالانوار، اینجا حذف کردن کفر ابوبکر و عمر و عثمان رو. ببینید در اینجا بابی زده. یعنی کفر بالله منظورتونه؟ کفر که دیگه شاخ و دم نداره. کسی که یکی از ارکان اسلام رو رد بکنه، در اینجا نگفته کفر به امامت، گفته کافر جاودان در آتش دوزخ. یک باب کامل زده، بیش از 100 و چند تا حدیث آورده. من حرف شما رو قبول بکنم؟ الان کشاورز رو در عربی زارع رو هم بهش میگن کفار، به جهتی که چیزی رو میپوشونه، زیر زمین مخفی میکنه. کفر به هر چیزی که کافر شده باشه به همون متعلق میشه. من پایان آقای حسینی، پایان همین باب رو، همین باب کفر ابوبکر و عمر و عثمان که در بهارالانوار شما هست، همین باب رو من آخرین روایت این باب رو براتون خدمتتون نشون بدم. ببینید در اینجا، یک لحظه، در این قسمت ببینید در زیارت عاشورا میگه اللهم الان اول ظالم، نمیگه اول کافرن یا اول مثلا چی. اینها ظالم بودن، کافر و مرتد و مسیحی و لایک که نبودن که. خب همین اول ظالم و مجلسی تکفیر کرده.
اگه ایشون هم همچی حرفی زده زیاده گویی کرده. خب علما زیادن، همینجور که در میان اهل سنت تشتت آرا هست در میان شیعیان هم زیاده. شما اگه یه نفر تندرو یک حرفی زده که نباید حرف همه رو بگیرین علم کنید. عزیزم این تندرو حرف خودش نیست، به امامان نسبت میده. شما از امام معصوم و حرفش رو رد بکنید خودتون کافر میشید. ببینید این صفحه همین باب کفر ثلاثه است، صفحه 336. در اینجا از امام علیه السلام میگه، ازش پرسیده شد و سأل رجل عن ابی بکر و عمر، میگه کسی از امام پرسید در مورد ابوبکر و عمر، فقال والله لقد زیعانا و ذهب بحقنا و جلس مجلسا كنا احق به منهما. میگه اونا حق ما رو ضایع کردن، حق ما رو بردن، در جایی نشستن که ما باید می نشستیم، ما بر حق بودیم در اونجا و مردم رو بر علیه ما تحریک کردن. بعد در پایان همینجا در همینجا از امام علیه السلام پرسیده، از علی ابن الحسین پرسیده که ان لی علیک حقا، من بر تو حقی دارم، الا تخبرنی عن هذین رجلین، از این دو مرد، در مورد این دو مرد به من صحبت بکن، بگو که اینا چطوری هستن. عن ابی بکر و عمر، از ابوبکر و عمر. فقال کافران، این دوتا کافرند. کافر من احبهما، هر کی اینا رو دوست داشته باشه کافره. خب بیشتر از این صراحت چی میخواید؟ در اینجا نگفته که کافر به ولایت میشن، نگفته کافر به ولایت. یعنی شما اومدید الان در قرن 20 دارید توجیه میکنید اینا. میگه کسی که اونا رو با مجرد این که دوست داشته باشه. نمیکنم. آقای حسینی، من از شما یه سوال میپرسم. جناب حجت الاسلام حسینی، من از شما سوال دارم. ببینید الان من ابوبکر و عمر رو دوست دارم، من کافرم یا مسلمان؟ شما طبعا میگید که تقیه میکنید، میگید مسلمانید، اما اینجا مجلسی از امام معصوم روایت میکنه که کسی که ابوبکر و عمر رو دوست داشته باشه کافره. همین اول ظالم دوم ظالم که شما در دعای زیارت عاشورا که همین دعا رو میخونید، همین دعا سراسر اعلان کفر، اعلان جاویدان بودن در آتش دوزخ و اول ظالم و دوم ظالم، سوم ظالم که منظورتون کسی دیگه نیست، همین ابوبکر و عمر و عثمان هست. لعن میکنید. کسی که کسی را لعن بکنه یعنی خلاص دیگه مستحق جهنم هست، خالد و جاویدان در آتش جهنم هست. دیگه حرفی برای گفتن نمیمونه. بله الان نگاه کنین، امام در کتاب اصول کافی هم روایت داره، حضرت صادق میفرماد لعن الله المرجئه. چرا؟ لعنهم ان قتلتنا، اینها میگن که قتله ما مؤمن هستن، پس خونهای ما به لباسهای اونها خواهد بود تا روز قیامت. یعنی معاویه و یزید و کسانی که ما اهل بیت رو کشتن رو اینها مؤمن میدونن. آقای گرامی ببینید، ما به معاویه و یزید و قضیه امام حسین کاری نداریم. الان قضیه کفر صحابه است. ببینید در همین باب کفر ثلاثه، در دوستان اینو نشون بدن از کتاب بهار الانوار، این صفحه آخرشه. من این مطلب رو خیلی جالبه، اینو گوش بکنید. اینجا در صفحه 399 باب کفر ثلاثه و فضل لعنهم، باب کافر بودن سه نفر و فضیلت لعن آنها. در اینجا میگه در آخر، بعد از اینکه یک باب کامل بیش از 173 تا روایت رو در اینجا در فضیلت لعن ابوبکر و عمر و کافر بودن اونها میاره، در اینجا میگه که اقول، در آخرش میگه اقول الاخبار الداله على کفر ابی بکر و عمر و اضرابهما و ثواب لعنهم و براءة منهم و ما یتضمن بدعهم اکثر من ان یذکر فی هذا المجلد. میگه اخباری که دلالت میکنه بر کفر ابوبکر و عمر و قضیه ثواب لعن آنها و دوری جستن از آنها، براءت از آنها و بدعت‌هایی که آوردن بیشتر از آن است که در یک جلد ذکر شود، 10 مجلد دیگر ذکر شود. فیما اوردنا کفایه لمن اراد الله هدایته الی صراط المستقیم. آنچه که در اینجا ذکر کردم کافی است برای کسی که الله به اصطلاح خواستار هدایت به راه راست برای او باشه. من یک نکته خیلی جالب رو در اینجا ذکر بکنم خدمتتون. ببینید این، اجازه بدید منم یه جمله بگم. ببینید باشه چشم، من به شما اجازه میدم که در این مورد صحبت بکنید. همین کتاب رو این به اصطلاح اصل این مطلب هست. بعد اومدن در چاپ‌های جدید این رو چیز کردن، به اصطلاح حذف کردن.
دوستان عزیز نشون بدن. این چاپ جدید بهارالانوار هست، جلد 30 صفحه 344. در آخر اینجا میگه اقول الاخبار الداله علی نقطه چین. در اونجا در نسخه اصلی گفته بود کفر ابوبکر و عمر. الاخبار الداله علی نقطه چین یعنی همون کفر که در اصل کفر بود. و ثواب لعنهم، اینجا لعن رو هم نقطه چین گذاشتن. این بعد از جمهوری اسلامی اینا اومدن اینجا چیکار کردن؟ این چاپ داخل ایران هست که در اینجا حذف کردن کلمه کفر و لعن رو. بفرمایید آقای حسینی. در مورد بعد از جریان امام حسین هم همین روایت هست که ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاث، یعنی به جهتی که ترسیدن نرفتن حسین رو یاری کنن و موالات کنن، اینها مرتد شدن. در مورد صحابه هم همینجوره، اونها ترسیدن نرفتن یاری کنن. بعد که علی به خلافت رسید بسیاری از اینها توبه کردن و خدا هم در مورد گوساله پرستان بنی اسرائیل هم میفرماید ثم عفونا عن ذلک، و یعنی از گوساله پرستی اونها ما عفو کردیم. بسیاری از این 12,000 نفری که از صحابه پیامبر اینها وقتی علی علیه السلام به خلافت رسید توبه کردن و علی علیه السلام رو یاری کردن در جنگ هایی که با معاویه و اهل بصره داشتن. خب این حرف شماست، کسی این حرف رو نزده. ما برمیگردیم سر ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه. اینا بهشتی بودن، جهنمی بودن، کافر بودن یا مسلمان بودن؟ شما صراحت دارید در این که اینا کافر بودن؟ کتاب جهنمی هستن. اینا جهنمی هستن. حالا دیگه چون علی لعنت الله علی الظالمین دیگه، خدا خودش قوم ظالمین رو لعنت فرموده. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه یک نصی وجود داره که گفته باشه که اینا کافر هستن و ظالم هستن؟ در بسیاری از خطب نهج البلاغه و در نامه‌هایی که حضرت نوشته می‌فرماید منعون سلطان محمد رو یک روایت از نهج البلاغه بیارید که یک روایت از نهج البلاغه بیارید که گفته باشه ابوبکر و عمر کافر است. بابا من هر چی به شما میگم کافر نیستن، باز شما هی اصرار دارید به من نسبت بدید. من کجا گفتم؟ آخر کسی که نماز آقای حسینی مجلسی، آقای حسینی من نمیدونم شما به چه زبانی دارید صحبت میکنید. اصلا بیننده‌های ما گیج شدن، مثل این مسیحی‌ها که میگن که خدا 3 تاست، بعدن میگن نه خدا یکیست. وقتی بهشون گیر بدی که شما مشرک هستید، 3 تا خدا اعتقاد دارید، نمیگه خدا یکیست، بعد میگن که نه این خدا 3 تاست، یک خدایی به دنیا اومده در دنیا به صلیب کشیده شده، این پسر خدا بوده، روح القدس بوده و فلان بوده. بعد بهشون میگید که شما مشرکید. شما الان من نمیدونم به چه زبانی دارید صحبت میکنید. یک مرتبه میگید که اینا کافر هستن، جهنمی هستن. این خوارجه که انسان با گناه و ظلم کافر میشه. این قول خوارجه. مسلمان کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله بگه با ظلم و گناه کافر نمیشه، ظالم میشه. من یک سوال بکنم از شما که این بحث ما تموم بشه. آیا انسان مسلمان جاویدانه در آتش دوزخ میمانه یا نمیمانه؟ در آیت الکرسی اینجوری آمده که اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، الله ولی الذین آمنوا. ولایت خدا همون. آقای حسینی شما چرا از جواب فرار میکنید؟ آقای حسینی چرا از جواب فرار میکنید؟ شما میگید که ابوبکر و عمر و عثمان، یک لحظه ابوبکر و عمر و عثمان مسلمان هست. سوال من اینه، به خاطر اینکه این پرده و نقابی که شما رو چهرهتون کشیدید این بیفته، انسان مسلمان جاویدان در آتش دوزخ میماند یا نمیماند؟ بله، اگر به ظلم به خدا و رسول و امامان کرده باشه. شما از مذهب خودتون هم اطلاع ندارید کسی که مسلمان باشه ولو اینکه گناهکار باشه در آتش دوزخ جاودانه نمیماند؟ یکم برید مطالعه بکنید در مورد این مسائل اعتقادی، اطلاعات کسب بکنید. آقای حسینی پس غیر از شیعیان 12 امامی بقیه جاودان در آتش دوزخ میمانند؟ نه هرگز. الله المستعان. خب من تشکر میکنم. که شما گفتی ابوبکر و عمر، من جواب دادم. بلکه در مورد همه مسلمین داره، اونهایی که جهود نکرده باشن و ولایت ما رو قبول کرد. بابا کتاب‌های شما میگه اصلا جهود و امامت رو بذار کنار. اگر من امامی اثناعشری باشم، به 12 امامتون اعتقادم داشته باشم، به کل اصول مذهب شیعه هم اعتقاد داشته باشم، به مجرد اینکه ابوبکر و عمر رو دوست داشته باشم کافرم. این رو کتاباتون میگه. شما چرا دارید با کلمات بازی میکنید آقای حسینی؟
خب چون تبری از ظالمین و دشمنان اهل بیت از دشمنان خدا نداشتیم دیگه. خب پس اهل سنت، آیا در بین اهل سنت کسی پیدا میشه که ابوبکر و عمر رو دوست نداشته باشه؟ بسیاری الان اینجوری هستن که اعتقادی به ابوبکر و عمر ندارن، از بس که از اونا بدگویی شنیدن. نه خیلی هیچ سنی وجود نداره که ابوبکر و عمر رو دوست نداشته باشه و هر کی که ابوبکر و عمر رو دوست نداشته باشه سنی نیست. شما یعنی از ما بهتر از مذهب ما اطلاع دارید؟ خب چون ابوبکر و عمر برای مردم و برای اهل اسلام ثابت نشده که ظالم بودن به اهل بیت، اما یزید چون ثابت شده برای همگان که ظالم بودن به اهل بیت پیامبر. آقای حسینی شما مثل این که از مجلسی عاقل ترید یا از مجلسی بهتر میفهمید. در همین باب کفر ثلاثه صراحت داره، مجلسی میگه که همین دعای زیارت عاشورا که لعن میکنید 3 نفر را فلان و فلان و فلان، این 3 نفر ابوبکر و عمر و عثمان هستن. شما دیگه این دوران تقیه گذشته، این مسائل رو بذارید کنار. قائل راوی روایات ضعیف میدونن و اصلا کتابای او رو اکثرا قبول ندارن. من از شما یک سوال دیگه میپرسم، این آخرین سوال خواهد بود. آیا اهل سنت بهشتی هستن، مؤمنین اهل سنت یا نیستن؟ اینجوری در روایات شیعه، در روایات امامان آمده که چون ولایت ما رو دارن امید داریم که خدا اونها رو ببخشه. در کدام روایت؟ بخونید این روایت رو. یک روایت از امام حسن هست و یک روایتی هم هست که در اصحاب الاعراف هست. بخونید نص روایت رو بخونید. نص روایت رو بخونید. ولایت ما رو دارن. نص روایت رو بخونید. الان پیشم نیستش. الان پیشم نیست. هر وقت که آوردید آقای حسینی، زشته برای یک عالمی که اینطوری صحبت بکنه بدون دلیل. پیدا کردم. پیدا کردم. بخونید. باب اصحاب اعراف جلد 2 اصول کافی. قال علی ابو جعفر ما تقول فی اصحاب الاعراف، فرمود اینها ما هم الا مؤمنون او کافرون، ان دخلوا الجنه فهم مؤمنون و ان دخلوا النار فهم کافرون. فقال والله ما هم بمؤمنین ولا کافرین ولو كانوا مؤمنین دخلوا الجنه كما دخلها المؤمنون ولو كانوا کافرین لدخلوا النار كما دخلها الكافرون ولكنهم قوم استوت حسناتهم و سیئاتهم فقصرت بهم الاعمال وانهم لكما قال الله عز وجل فقلت امن اهل الجنه هم ام من اهل النار فقال اتركهم حيث تركهم الله قلت افترجعهم قال نعم ارجعهم كما ارجعهم الله ان شاء ادخلهم الجنه برحمته و ان شاء ساقهم الى النار بذنوبهم ولم يظلمهم فقلت هل يدخل الجنه کافر قال لا قلت هل يدخل النار الا کافر فقال الله الا ان يشاء الله یا زرار انني اقول ما شاء الله و انت لا تقول ما شاء الله اما انك این کبرت درجات تا آخر حدیث. خب تا اینجا ذکری از اهل سنت نیست، این ذکر قوم اعراف است، ذکری از اهل سنت نیست. من خدمت شما سوال کردم آقای حسینی، جناب حجت الاسلام حسینی، که در مورد از نظر ما از نظر شیعیان اهل سنت مسلمانن، مؤمن حساب نمیشن. دلیل ایمان ولایت نیستن. دلیل اهل سنت بهشتی هستن، ایمان نیاوردن جزو مؤمنین حساب نمیشن. آقای حسینی دلیل، حدیث، روایت، دلیل بیارید، همینطوری از پیش خودتون نگید. یک روایت، یک دلیل بیارید که اهل سنت بهشتی هستن. نه اهل سنت نگفتم بهشتی هستم، گفتم امیدی هست که خدا به واسطه ولایت ما اونها رو ببخشه. یک دلیل بیارید برای همین. یک دلیل بیارید برای همین. همینم از شما قبول میکنیم. یک دلیل بیارید. خب من روایتشو میارم، هفته دیگه ان شاءالله به شما باشه. بسیار خوب. تشکر از شما آقای حسینی. من هفته آینده منتظر شما هستم. تشکر از شما. خدا نگهدار.